ассалому алайкум. Ноиман ҳастидин. дар соҳаи маркетинг зиёда аз 4 сол шуд ки ҳамин соҳада кор кардастам. бисёртар онлайн қатъи бренди шахсӣ, онлайн курсҳо ва маркетинг, яъне маҳсулотро мефурӯшем. асосан 4 сол таҷриба дорем. агар шумо мутахассис бошен, бо соҳибкор бошен, ин видео барои шумост. агар бихоен, агар бренди шахсиро пеш бурдан мехоҳам, мешавад шумо тамошо кунед. خب امروز موضوع ما راههایی در سال 2026 از صفر توسط اینستاگرام درآمد کردن. اگر شما متخصص باشین، صاحب کار باشین، کلینت های ما در اینستاگرام هست. برای چی؟ ما تحلیل کرده برآمدیم که مردم خودمون در یک روز 5 تا 6-7 ساعت اینستاگرام نباشد فیسبوک، تیک توک یعنی که آنلاین دا میشیشته است. تصور کنین کلین‌های ما فقط اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب همین جا دارن. چی با محصولات‌های ما، خدمت رسانی ما، کاری ما در اینستاگرام نباشد. سوالتون رو بنویسید. خب رفتیم. اکنون ما می‌آموزیم که از 0 چخیل درآمد زیاد کنیم. ما متخصص بقوت هستیم. محصولات ما زورای. لیکن در اینستاگرام نیست. هستایی لیکن فروختن نتونستیم. 2026 کدام ترند ها هستند. همین چطوره ما با شما صحبت میکنیم. رفتیم. یعنی که 3 قوه برند شخصی هستند. اگر شما خودتون معرفی کنین، یه بسیارتر شما توقع میگیرن. متخصص باشین، اگر یا صاحب کار باشین، من پیشنهاد میکردم که همه محصولات رو خودتون رکلام کنین، خوبتر و بیشتر است. یعنی که 3 قوه برند هستند. یکم علم دادن، دوم دوست داشتن، سوم باوری کردن. یعنی که چه خیلی ایو. یعنی یکم ما علم میتیم. یعنی علمی چیه؟ علمی اگر ما دکتر باشیم، اگر همین ساحه چی دردها هسته، چی کار کنن، چی باید کرد، همه شما باید میگیم. یعنی که مثال کسل دل. کدام وقت انسان کسل دل میشود؟ نباشه دپرسیا، استرس ایگجو میباید، چه خیلی راهها کردن در کار. ما هم ماشه علمش چیکار میکنیم؟ میآموزونیم. نباشه ساحه لباس ده. مردها باشد، مردها چه خیلی لباس باید پوشن، زنها باید لباس چه خیلی لباس باید پوشن. یعنی که آدمی کلته چه خیلی لباس باید پوشن، آدمی دراز، غوز، سیاه، سبز، همینا چه خیلی. نباشه استودنت والا چه خیلی لباس پوشن. یعنی که علمش ما میآموزونیم. وقتی که ما علمش دادیم، مردم چیکار میکنن؟ مردم ما را یعنی که دوست میتونن همچون متخصص میشمارن، یعنی که باور میکنن. وقتی که سیمش میشود، وقتی که باور کردن، محصولات ما را خریدن آسان میشوند برای اینها. یعنی که تصور میکنن همینجا همین آدم هست. یعنی که ما یکیم صمیمی شده و یادا علم دادن من درک، صمیمی شده گپ زدن من درک. چی تجربه داریم، چی داریم، همه شما باید گپ زنیم. اگر ما گپ نزنیم، دیگرها گپ میزنن. اگر ما 2026 اینستاگرام قطعی درآمد خوب دیدن، همین کارها رو حتما باید کنیم. یعنی که چطور علم، دوست داشتن، باوری. فهم شده؟ اکنون میریم چیکار کردن من در کار اکنون؟ یعنی که 5 قدم اساسی را میگم. همون 5 قدم اگر ما خوشرو درک کرده عمل کنیم، اگر درآمد ما یک چند مرتبه میخیزن. خب رفتیم. یکم چیکار کردن من در کار؟ پیش از اینستاگرام رو گشودن، کانتنت یعنی کانتنت کردن، ویدیو کردن، پست کردن، و چیکار کردن من در کار؟ فکر کردن من در کار. یعنی که من برای چی برآمد کردن میخواهم؟ مردم برای چی مرا تماشا کنند؟ من با مردم چی دادم میتونم؟ نباشد محصولات ما کدام دردی مردم دا فایده آوره. یعنی که پوزیسیون ما چیه؟ یعنی که یک پوزیسیون هسته، مولا کی گفته شناختن میخوام؟ همچون که میشناسم من. متخصصا یک خطایی اساسی را میکنن، همه ساحه گپ میزنن، خیلی نیست. فقط ما یک ساحه را گپ زنیم. یعنی که پوزیسیون ما انیخ کردیم، مردم را چخیل معرفی کنیم، مردم چخیل بشناسن مرا. همین رو ما انیخ کردیم و دیگه خیلی میشن. بعد اینستاگرام شدن در کار میشن. خب وقتی که فکرش کردیم، پوزیسیون را انیخ کردیم، بعد چیکار کردن من لازم؟ بعد ما اینستاگرام را کشیدن لازم. وقتی که در اینستاگرام کشیدیم، یکم بیو هستن. بیو چی نوشتن در کار.
یعنی که شو ما упаковка کنیم در بیا چی گفتنی میخوایم. وقتی که در اینستاگرام درآمد مردم ویدیو ما رو تماشا نکرده الکی فهمد که در اونجا چی میگیرن. مثلا من نوشتم که مارکتینگ برای متخصص و صاحب کاران. من گفتم که یاری میکنم اولین 3 تا 5,000 دلار تون از اینستاگرام گیرید. مثلا یعنی که من گفتنیم که در اینجا شما یکمین 3 تا 5,000 دلار تون از اینستاگرام کار میکنید. شما درآمد دیدسته باشین اگر 3 تا 5,000 دیدگین الکی وای میتونی که زیادتر کنید. یعنی که اینستاگرام درآمد شما چی کار میکنین اول نوشته ماندنمان حتمی است. اگر برند شخصی باشه نباشه محصولات میفروشین چیزی که باشه بیاره شروع کرده ماندنمان لازم. یعنی که پیش وقتی که مردم درآمد باید فهمد. دویم کاری اساسی چیکار کردن من در کار اواتار که صورتمان رو شروع بکنیم. اگر ما خودمان رو معرفی کردنی باشیم یک خنده‌وار کتی وقتی که ما خنده قطعی میمونیم مردم جلب میکنه این چیز. وقتی که صورت اونیورسال نباشد اگر وای خوبتر و بیشتر میشود مردم جلب میکنه همز متخصص بود. بعد وقتی که شما در پادپیس کردگی باشید استوریز شما رو تماشا کردن با آسان میشه. صورت نظم کنیم اگر جلب کننده باشد صورت. خب صورت موندیم بعد چیکار کردن من در کار بعد نام упаковка کردن نام میمونیم و یعنی که من نوشتم موندگیم اسدالدین رشید مارکتینگ برند شخصی نوشتگیم. وقتی که مردم میکوبن همین چیز میبره اگر شما نوشته مونید مردم میدونند که شما چیکار میکنید. بعد چی اکتوال را ساز کردن من لازم. اکتوال چی نیم کلولاک هست که اینا میشه اکتوال حساب میکنن. بسیارتر ریلز رو تماشا نمیکنن مردم اکتوال میدونن. اکتوال درآمد آدم باید فهمد که شما کین چین در اینجا کیس هاش دانش ممکن کاری شما نباشد محصولات شما چی نتیجه گرفتن چیکار کردن امیر ما جابجا کردن من لازم. یعنی که دست صفحه داریم چی داریم همش کردن ماندن من حتمی است. خب بعد چیکار کردن من در کار بعد پین کردن در کار که محصولات اساسی را یکم جدا. یعنی که شما درباره محصولاتتان یکون ویدیو کردگین که مردم باید حتما باید بدونن درباره محصولات. نباشد خدمت رسانه دارن چی دارن کورس دارن چی دارن همین چیزا پین کرده مالان در کار. اساسا مردم همون میلیون پراسماتور میگیرن همین را کرده میمونن. این نه اونقدر خوب است. ما مردم با چیزی را بسیارتر رساندنی همین ویدیو را ما پین کرده مانیم خوبتر بیشتر میشه. فهمتون است نه؟ یعنی یکم قدم بود این چیز برای کار. یعنی دویم قدم یکم چی بود فکر کردن دویم چیکار کردن упаковка کردن نصب کردن. ما میگذاریم بود دیگر ادامه. بعد اصول ترغیبات هستای. اصول ترغیبات اکتیو نیم هست نو اکتیو نیم هستای. آدمایی که نو اکتیو نیم چی؟ یعنی که اینستاگرام کشادگی چی کردن موندگی پرسا موندگی. شما من گفتن نیستم که یه خیلی آدم‌ها هستن که گفتن نیستم که من همه وقت ترغیبات کنید. با این خودتون وابسته. اگر توسط اینستاگرام درآمد بسیارتر زیاد کنید حتما اکتیو باید باشین. یعنی که نو اکتیو چه نو اکتیو کردن باشینم نو اکتیو چه اون یگون ویدیو نمیمونی یگون ویدیو مثلا یا نیم تا صورت کردم صورت پرسا موندگین تمام همین چیزا. بعد نو اکتیو باشید شما اواتار کرده упаковка همش نصب کرده مونید یک نیم تا صورت مونید ریلز باید باشه که درآمد آدم کمتر شما کی این چه باید فهمه. بعد اکتیو هستای. اکتیو چیه؟ ما هر روز در اینستاگرام ویدیو پخش کنیم. اگر زور ما نرسد اگر 2 هفته بعد 2 مرتبه 3 مرتبه لیکن وقتی دائمی ده اینستاگرام دائمی را دوست می‌داره. این حتما باید ما بکنیم. ما بعد چی در می‌دارین بسیار کس نمیگن همینجا یک سکرت هستای. ما یک وقتی که پوبلیکاسیون میکنیم اکتیوال هست همینجا در پنل پروفسیونال پنل هستای که همینجا می‌دارین بعد آخرش رو می‌فروین آخر ده هستای. ما کدام وقت چی کنیم پوبلیکاسیون کنیم کدام روزها کدام ساعت ده نشان میدن. یعنی که اودیتوری ما کدام وقت در کجا اکتیو کدام وقت اکتیو میشه. شما همین به نگاه کرده چیکار میکنید شما پوبلیکاسیون کنین خوبتر بیشتر میشه. چهارم قدم یعنی کانتنت کردن. اکثریت مردم فقط تارگت زد میتن هر تارگت اینستاگرامش میدونین فقط فروش میکنن درباره محصولات فروش تمام کانتنت های فروش. مردم
اینستاگرام شما یعنی کانال ما فقط برای خریدن نمیداره حاضر مونده میشود چی میشود و ممکن خندیدن ممکن زیغ شدن یک آدم هست که برای زیغ شدن میداره نباشد یک ترند تماشا کردن یگان در کار چیز گرفتن برای همین میداره برای همین کانتنت ما چی شده نشد فقط کانتنت فروش نه کانتنت ما هم فروش شود هم فایده ور شود یعنی که چی شدنش لازم 70 یعنی که 80 با 20% ویدیوهای فایده‌ناک یعنی که ترند میشود فایده‌ناک ویدیو که با مردم فایده آور همین خیلی ویدیو ترند ها نباشد دیگر یگان کاروسل میشود ویدیو میشود چی میشود همین چیزا بعد 20% چی باشد 20% فروشی کانتنت های فروشی شود یعنی که درباره محصولات معلومات دادن سکیت گرفتگی چی رفتگی همین چیزا اگر شما همه متد رو استفاده برین بهتر میشود حتما استفاده برین که نتیجهش حتما میبینید پنجم قدم اساسیش یعنی چیکار کردن در کار وقتی که ما متخصص باشیم خودمون معرفی کردن باشیم چیکار کردن چه خیلی گپ زدن من در کار همه وقت کانتنت های ما شخصیت متخصصی و محصولات درباره این سه تا چیز گپ زدیم درباره سه موضوع یعنی فکرهای شخصی ما شخصیت ما چه چرا دوست می‌داره فکر شخصی را برآوردن در کار دویمش که متخصص درباره این ساخه متخصص محصولات باشه در محصولات های شما این سه چیز خط ما کانتنت شروع پیش بریم اگر دیگه خیلی میشه بعد چی در اینستاگرام ما هم وقت خودمون واو نشون ندیم چه خیلی که هسته همین خیلی نشون میدیم خوب تر بیشتر میشه فقط کانتنت کردن استفاده کانتنت کردن مو شروع اهمیتی مردمو که ابدیتور انیخ کنیم یا همش ما انیخ کنیم دیگر میشه زوری بند افشین فایده ور شده شما ما نزدیکی چی داریم شما دیگه خبری خوش اگر همین کارها را بکنین رزولت به حد نقض میشه اگر بخواین تستر به نتیجه بگیرین ما چی داریم نزدیکا کورس داریم کورسی برند شخصی برای صاحب کاران و متخصصان اگر شما محصولات دارین صاحب کار هستین محصولات داره چه خیلی بفروشین تستر رو بیشتر چه خیلی چک بلند کردن لازم نباشد چیه متخصص باشین چه خیلی برآمد کنین درآمدتون رو چه خیلی زیاد کنین دلخواه متخصص باشین شما سنتکنیک باشین استا هستین چی هستین شما معلم هستین دلخواه ساحه متخصص باشین اگر شما محصولاتتون رو فروختن میتونین شما دلخواه ساحه ما کنسولتاسیا داریم کنسولتاسیای رایگان هستی و نزدیک کورس ها هستی شما همین کورس ها چی میگیرین شما بسیارتر یاد میگیرین درآمدتان زیاد کردن از توسط اینستاگرام فیسبوک تیک تاک یوتیوب برای چی اودیتور تیک تاک علاوه اودیتور تلگرام علاوه اینستاگرام علاوه یوتیوب فیسبوک همش علاوه اودیتور دارن و با چه برآمد کردن من لازم همه شما میآموزید کورس 40 روز دوام میکنن در دوام 40 روز شما یک اینسترومنت رو میآموزین که همین اینسترومنت استفاده بردن حتما درآمد شما زیاد میشود بعد پیشکش شما زیاد میشود برندتون رو شروع کرده میتونید وقتی که شما درآمدتون رو زیاد کردین و علاقه دیگه اتاب میشود این کورس برای کیهان میخوان که درجهشون رو زیاد کنن یعنی که توسط اینستاگرام علم دارن علمشون رو زیاد کنن درآمدشون رو زیاد کنن برای همین ها متخصصانی که ترس دارن کارشون رو از چی آغاز کنن این کورس برای کیهان نیستن این کورس برای تنبلان و همونجا بخونه که چی میگن چی یاد میدن برای اونها نیست حتما اگر شما بخواین تستر نتیجه بگیرین حتما همه کورس اشتراک کنین من تیار هستم میش موقعی کار کنم پرکتیک ما زیاد داریم بسیارتر کورس فروشیدن یعنی که آنلاین کورس آفلاین کورس دادن و برندی شخصی رو شروع کردن معرفی کردن درآمد زیاد کردن چک بلند برداشتن محصولات بسیارتر از توسط اینستاگرام فروختن اگر شما همین ساحه باشین حتما اشتراک کنید ما اپیسانی دا سیلک ماندگیم هم سیلک به درآمد انکیت را پر کنین منیجر به شما علاقه میبره سلامت باشین چیزی که دارین سوال دارین چیزی که شما گرفتین در این ویدیو کیس گرفتین چی اینسایت گرفتین در کامنت نویسین